سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من اولفضل هستم و خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل من. بچه‌ها همونطور که میدونید به خاطر اتفاقات که توی کشور رخ داده ما نزدیک به 90 روزه که اینترنت نداشتیم و در این ویدیو قراره بریم ببینیم که در این 90 روز که ما اینترنت نداشتیم چه اتفاقی افتاده در سراسر جهان. پس بزن بریم. خب بچه ها، اتفاق اولی که افتاده بازی GTA 6 قراره به صورت رسمی در 28 آبان همین امسال عرضه بشه. خبر بعدی این که بازی فورزا هورایزن 6 به صورت رسمی عرضه شده و خبر بعدی این که کومان به خاطر نبود اینترنت و کمبود درآمد ورشکسته شده و حدودا نصف استودیو و طبقه بالای استودیوی کومان فروخته شده و آماده فروشه. خبر بعدی که نیمار جونیور بالاخره به تیم ملی برزیل دعوت شده. خب بچه ها، این ویدیو رو زیاد طولانی نمی کنیم به خاطر اینکه هنوز بعضی از اینترنت ها درست حسابی وصل نشدن. بعضی از فیلترها سر ویدیوی 5 دقیقه‌ای هم گیرن. این ویدیو رو سریع کوتاه می سازیم که قرار که هر کس که بخواد ببینه راحت بتونه ببینه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی، به رود.